من غیر از زمینه هیچ کسو نمیخوام، دلم نمیخواد. اتفاقا خیلی خوب شد. اگه با اونا فامیل میشدین من دیگه تو روی بابات نگام نمیکردم. این حرفی آقا رستم، من واسه دلخوشی پسرم رفتم، وگرنه منو چه به اون صالح بابا. مختار بلند شو نگاه کن ببین چی میخوان. نذار با این ریخت و قیافه اینجا بچرخن. پاشو. میخوام تو رو ازش خواستگاری کنم، زنم میشی؟ به همین خیال باش. میخوام برم شهر درس بخونم. من نمیتونم زنت شم. خب واسه چی؟ چون موهات خیلی زشته. من موهای آرتیستا رو دوست دارم، واسه همین میرم شهر که مثل اونا درس بخونم. ببینمه محمد، برو اون تلویزیون رو روشن کن پسر. پاشو بچه پاشو روشن برو بذار یکم کیف کنه. ببین یکم لذت ببر. عزیزان یه تلفن زنگ زد. خب ببینم کیه؟ سلام. الو سفته خانم، حالتون خوبه؟ ببینین ما عاشقیم، یکی رو دوست داریم، واسه همین بهتون زنگ زد. شما؟ مگه شما چند نفرین؟ خب ما 2 نفریم، من و خواهرم. اسم من سحره، اسم خواهرم ایلکنور از روستای شیپیلداک. از اونجا زنگ میزنیم. میکشمتون. بابا ای وای الان ما رو میکشی. میکشمتون. خجالت نمیکشین آبروی منو میبرین؟ خدا بگم چی کارتون نکنه. بابا جون مگه ما کار بدی کردیم؟ هنوزم داره حرف میزن. آمینه جون، آبجی آسمان، چی شد؟ بالاخره بابا تو رو داد به عثمان. یه جوری میگه انگار از هیچی خبر نداری. میدونم عزیزم میدونم. میخواستم سر بحث رو باز کنم. کجا داری میری؟ نرو تو جاده.